سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان هنرمندان و هنردوستان. یک مبحثی هست که البته من دانشمند نیستم، دایره المعارف هم نیستم، ولی یه مبحثی هست که چند بار توی دایرکت از من سوال شده. هنرجوها خیلی سوال میکنن و متاسفانه هم یک غلط مصطلحی شده. با توجه به عرض ارادت خدمت دوستان آذربایجانی و ترکمون، ما یه آوازی داریم که در اصفهان، در مکتب اصفهان، بیات ترک رو جزء دستگاه ماهور می‌دونیم، چون فقط با ماهور فرقش یه به اصطلاح